جوانی که در 12 سالگی رو به مواد آورد اما بعدها با فیلمهایش همه ما را خنداند. آشنایی با افراد مختلف. جانی دیپ در خانواده بزرگ شد که مدام در حال جابجایی بود و درگیری‌های خانوادگی. خودش میگوید که مادرم من را همیشه کتک میزد. زمان قلبم شکست که پدرم ترکمان کرد و من گریه مادرم را دیدم. بعدها خودش میگوید که مادرم من را خیلی کتک میزد تا آنجا که فکر میکردم مادرم بدترین فرد در دنیا است. جانی دیپ از این دردها رو به مواد آورد برای آرامش کردن خودش، اما بعدها علاقه زیادی به موسیقی پیدا کرد تا آنجا که ترک تحصیل کرد برای موسیقی. اما جالب است بدانید که علاقه او بازیگری نبود. یکی از دوستانش او را گفت بیا شانس خود در بازیگری امتحان کن و رفت تست داد و تست هم قبول شد و نقش اصلی را گرفت. اما بعدها که نقش ناخدا جک اسپارو را بازی کرد در فیلم دزدان دریای شهرت جهانی یافت که لحظات خوبی را برای همه ما ساخت. عزیزانی که علاقه زیادی به سری فیلم های دزدان دریایی کارایل دارد حتما دیده و نقش زیبای کاپیتان جک اسپارو را هم دیده.